یا حضرات لاکچری، حالتون چطوره؟ امروز قراره براتون هفته از گرانترین لاکچری ترین رستوران های تهران رو معرفی کنم که برید با خانواده و خلاص دوست دخترهاتون حال کنید. پس با من آماده شو که بریم سراغ ویدیو. هفتمین رستوران سنتی عالیقاپو هستش. رستوران سنتی عالیقاپو با بیش از 40 سال سابقه یکی از گرانترین رستوران های لوکس تهران. این رستوران محیطی سنتی داره و شیشه هاش رنگ، درهاش همگی چوبی، معماری جذاب، تزیینات هنرمندانه، برگزاری موسیقی زنده و اجرای هنرهای نمایش سنتی باعث گرونتر شدن رستوران شده. تخت‌ها و صندلی‌های غذاخوری چوبی سنتی هست. فضای گسترده رستوران و تخت‌های بزرگ شرایط را برای برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌های خانوادگی فراهم می‌کنه. محمد رشیدی مدیر بنیانگذار این رستوران بود و رستوران خودش را با سبک سنتی تأسیس کرده. این رستوران از انواع کباب، پلو و خورش‌های ایرانی مثل باقالا پلو، شیرین پلو، تهچین مرغ، خورش فسنجون و در کنارش انواع سالاد نوشیدنی رو میتونید سفارش بدید و با اونها میل کنید. رستوران شماره 6 رستوران تاج محل هست. رستوران تاج محل رستوران یکی از معروفترین هتل های تهران با همین نام یعنی تاج محل هست. هتل تاج محل در سال 1380 در 8 طبقه ساخته و افتتاح شد. رستوران تاج محل هم فعالیت خودش را در همین سال آغاز کرد، اما پس از بازسازی با تغییرات کلی روبرو شد که نتیجهش قرار گرفتن همین رستوران در بهترین رستوران های بین المللی تهران شد. فضای داخلی رستوران تاج محل لوکس و مجلل هستش و به سبک هندی و مجسمه های بودایی طراحی شده. رستوران تاج محل انواع غذاهای بومی هندی و ایرانی داره که بهتریناش جوجه آشوکا، کباب کشمیری، شاهی قرمه و انواع غذاهای دریایی هستش. پنجمین رستوران کافه رستوران ربلان هستش. کافه رستوران ربلان یکی از گرانترین رستوران های تهران است. جالبه بدونید این کافه رستوران در طبقه هفتم یک مرکز خرید قرار داره و چشم انداز زیبایی از شهر آلوده تهران را نشون میده. فضای داخلی کافه طراحی مدرن جذاب اروپایی داره و همه چیز به زیبایی چیدمان و تزیین شده. غذاهای متنوع بین المللی و چیدمان شیک اروپایی باعث گرانتر شدن همه چیز در این رستوران شد. کافه رستوران ربلان انواع غذاهای سنتی و بین المللی، فست فود و غذای دریایی داره، ولی از این بین تمرکز خودش رو بر روی غذاهای بین المللی و فست فود گذاشته مثل پاستا و در غذاهای سنتی روی کباب چوبی مانور داده. رستوران شماره 4 رستوران شاندیز جردن هست. شعبه اصلی شاندیز در مشهد هست، اما اونی که گرانتر و لاکچری تره در پایتخت قرار داره. عباس اکبرپور مدیر رستوران شاندیز هست که فعالیت خودش رو پیش پدرش در رستوران بزرگ شاندیز مشهد آغاز کرد. وقتی که اوستا شد تصمیم گرفت شعبه دیگری از این رستوران رو در تهران بزن. خلاص رستوران شاندیز میتوان به معماری خفن روی سقف و دیوار، نورپردازی فوق‌العاده و میز و صندلی‌های مجلل اشاره کرد. این رستوران تمرکزش رو گذاشته روی سیخ و گوشت داشت مثل کباب ششلی، کباب بر، کباب فیله و انواع خوراک‌های گوشتی مثل خوراک ماهیچه و خوراک کتف اشاره کرد. سومین رستوران کساب یا هم قصاب. رستوران کساب که به نام قصاب هم معروف هست یکی از گرانترین رستوران‌های تهران است. این رستوران نماینده رسمی مجموعه رستوران‌های معروف در ترکیه هست که بهترین غذاهای ترکی مثل کباب ترکی را در تهران داره. این رستوران مکانی مناسب برای دور همی دوستانه و قرارهای عاشقانتون هست. نه چیش بده؟ رستوران کساب انواع کباب‌ها، استیک‌ها، ساندویچ‌های گوشتی، انواع برگرها، کوفته‌ها مثل استیک راسته گوساله، فیله استیک گوساله، چنجه و دسرهای خوشمزه ترکی را در منوی خودش داره. رستوران شماره 2 رستوران کوبابا هست که مزاج ایرانی میگیره و عرب و ترک تحویل میده. رستوران کوبابا یک رستوران خاورمیانه است. این رستوران انواع غذاهای ترکیه‌ای و لبنانی را در منوی خودش داره. طراحی داخلی رستوران
جذاب و دلنشینه و طرح‌های عربی ترکی داره و از رنگ‌های شاد برای مبلمان رستوران استفاده کرده. گل‌ها و درخته‌های سرسبز جلوه‌های خاصی به محیط رستوران داده. در منوی رستوران انواع سالاد، ساندویچ، پیتزا و کباب و غذاهای دریایی هست. اما پرطرفدارترین غذاهای کوبا با ساندویچ میکس با گوشت مرغ، سالاد سزار و شاورمای گوش هستش. بابا قانوش، ماست همسه، سمبوسه از جمله پیش غذاهای این رستوران هست. اولین و آخرین رستوران اسکای لانج هست. رستوران لانج در یکی از بهترین مناطق تهران یعنی در سعادت آباد واقع شده. یکی از ویژگی‌های این رستوران تراس اون هست. تراس رستوران چشم انداز بسیار زیبایی از شهر تهران به نمایش میذاره و میتونید شب‌های رویایی و جذابی را با پارتنرتون داشته باشید. این رستوران علاوه بر غذاهای سنتی ایرانی انواع غذاهای آسیایی را داره، اما پرطرفدارترین غذاهاش پاستا، پیتزا، سوشی و استیک هستش. انواع نوشیدنی در این رستوران هست که اگر جزء مهمانهای ویژه باشید و خوب پول بدین میتونید یک شب کاملا اروپایی را در اون سیر کنید. دمت گرم تا اینجای ویدیو رو دیدی. اگر تجربه غذا خوردن توی این رستوران ها رو داشتی تو کامنت با شروع حضرات لاکچری بنویس و بگو کدوم غذاشونا خیلی دوست داشتی. لایک و ساب یادت نره که خیلی منو خوشحال میکنی. دکمه زنگوله رم بزن که هر وقت یک ویدیو میذارم بهتون اطلاع بده. تا ویدیوی بعدی لاکچری بمونید.